بچه یه تیپ دیگه مسئله داریم که میگه با ارقام 1 1 3 3 5 5 7 7 چند عدد سه رقمی فرد میتونیم بنویسیم. خب اولا اینکه گفته هر رقم سه رقمی فرد بنویسیم رد گم کنیه تو مسئله. چرا؟ چون این ارقامی که داده همش فرده، پس هر عددی که ما با اینا بسازیم در هر صورت فرده. پس این تعداد کل اعدادی که با ارقامی داده شده یعنی 1 3 5 7 میتونیم بسازیم و به دست بریم. اعداد سه رقمی 3 تا جا خالی براشون میذاریم. هر جا خالی 4 تا حالت میتونه داشته باشه که شامل اعداد 1 3 5 و 7 میشه. پس هر جا خالی 4 حالت، یعنی 4 ضرب در 4 ضرب در 4. پس تعداد کل حالت میشه 64 حالت. خب ولی از این 64 حالتی که من به دست آوردم اعداد 1 1 1 3 3 3 5 5 5 7 7 7 هم شامل میشه که این اعداد 7 7 7 رو نمیتونیم با ارقام بسازیم. چرا؟ چون 7 دو بار اومده، 5 دو بار اومده، 3 دو بار اومده، 1 هم دو بار اومده. پس این 4 تا حالت ازش حذف میکنیم و در واقع جواب نهایی میشه 64 منهای 4 مساوی 60.